چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردم برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. حریم امن دستاتو بکن دیوار این خونه، منم هیچ وقت نمیذارم تو رو چیزی برنجونه. من هر جا که برم بازم تو این خونه دلم گیره، تمام خستگی با تو از یاد من میره. واسه خوشبختیمون بازم خودت پا در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن. واسه خوشبختیمون بازم خودت پا در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن. حرف یک روز و دو روز نیست، قصه یک عمر زندگی است. شریک تمام و کمال می‌خواهد که صبر و مهربانی را از بر باشد. شریک زندگی شریک غم‌ها و شادی‌هاست. زندگی با بنای عشق معنی دارد و خانه با خشت محبت خانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه رو با نام و یاد خداوند آغاز می کنم که ذکر نام مبارک او آرامش بخش جان هاست و زینت بخش کلام. سلام و درود میگم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین شبکه سلامت. خیلی ممنونم که به ما افتخار دادید و با برنامه خودتون همیشه با هم همراهی میکنید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی صحت و سلامتی دارم و همراهی شما باعث افتخار ماست. امروز در برنامه قرار در مورد یک بحث بسیار شیرین صحبت کنیم، بحث خواستگاری، و امیدوارم که اگر که شما هم جوان در منزل دارید حتما بیننده برنامه امروز ما باشید که قراره در مورد جلسه سوم خواستگاری، بحث مهریه و آداب و رسوم اون صحبت کنیم. ازتون خواهش میکنم که حتما بیننده برنامه ما باشید. وقتتون به خیر و نیکی باشه. خیلی ممنونم که به ما افتخار دادید و با برنامه خودتون همیشه با هم همراهی میکنید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد جلسه سوم خواستگاری یا حالا به اصطلاح مرحله سوم خواستگاری صحبت کنیم و میخوایم بدونیم که در این جلسه چه مطالبی باید عنوان بشه. اگر که قراره در مورد مهریه صحبت بشه به چه گونه باید باشه، اگر در مورد آداب و رسوم خانواده ها میخواد صحبت بشه اونها باید چطور باشه. و کارشناس محترم برنامه که من مفتخر به همکلامی ایشون هستم، خانم دکتر مهناز علی اکبری، روانشناس و استاد دانشگاه هستند که قرار از محضرشون استفاده کنیم. خانم دکتر عرض سلام و درود دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم که به ما افتخار دادید و میهمان برنامه خودتون شدید. تشکر میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه خوبتون و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم با مبحث خیلی خیلی زیبای خواستگاری و به قول شما بله برون و ازدواج. خیلی متشکرم، زنده باشید. انشالله که برنامه ما بتونه هم برای بینندگانمون راهگشا باشه، هم امیدواریم که آمار ازدواج در کشورمون بالاتر بره.
خب دکتر، حالا خواستگاری که یه بحث شیرینیه و واقعا شروع یک زندگی، امیدواریم که با شناخت خوب، با آگاهی و بدون پشیمانی باشه. دختر پسری که حالا میخوام با هم ازدواج کنن، حالا معرفی هست یا حالا تو دانشگاه با هم آشنا میشن، به هر جهت وقتی که قرار میشه که بیان منزل، در جلسات ابتدایی شناختی نسبت به هم پیدا میکنن. حالا من میخوام که خواهش کنم که حالا درسته که ما میخوایم در مورد جلسه سوم صحبت کنیم، ولی حالا از اون ابتدا هم یک کم اشاره بفرمایید که اگر بیننده بزرگواری امروز به جمع ما اضافه شده بدونه که در جلسه اول و دوم چه مطالبی باید ذکر بشه تا بپردازیم به بحث مهریه. بله شما درست میفرمایید. ببینید طبیعتا تو گام اول که اصلا میخواد خواستگاری اتفاق بیفته، ما همیشه میگیم 5 ملاک اساسی باید فرد داشته باشه تا اصلا با خواستگار روبرو بشه. درسته. یعنی هر فردی 5 تا ملاک حداقل، حتی خب بیشتر از این داشته باشه یه مقدار موضوع سخت میشه. میگیم به طور متوسط 5 ملاک داشته باشید که ما میگیم این گام اول خواستگاری اتفاق بیفته. در اون 5 ملاک نباشه اصلا بهتره که خواستگاری اتفاق نیفته. حالا این 5 ملاک توی افراد مختلف ممکنه 2-3 تاش فرق بکنه، تو خانواده های مختلف ممکنه متفاوت باشه. مثلا کسی میگه من ملاک اولم اینه که ایمان داشته باشه. یعنی مثلا واجبات و محرمات براش مهیا شده باشه. ملاک دومم اینه که لحاظ تحصیلی هم کف من باشه. ملاک سومم اینه که لحاظ سنی هم کف من باشه. ملاک چهارمم اینه که لحاظ خانوادگی هم کف من باشه. ملاک پنجمم اینه که لحاظ مثلا قیافه هم کف من باشه. یعنی اگر این 5 ملاک نبود بهتر اصلا گام اول صورت نگیره. که چون خیلی وقتا این صورت میگیره، علایق ایجاد میشه، وابستگی ها ایجاد میشه و خیلی سخته که جدا شدنش. در مرحله دوم خواستگاری که حالا به عبارت بعضی میگن جلسه دوم خواستگاری، منظور این نیست که این مرحله فقط یک جلسه باشه. اتفاقا ممکنه که 2 ماه، 3 ماه یا 7-8 جلسه این مرحله طول بکشه و ما نباید حتی جوانمون رو تحت فشار قرار بدیم. توی این جلسه قراره با شخصیت‌های همدیگه، با علایق همدیگه، حتی با خانواده ها با همدیگه آشنا بشن. یعنی رفت آمد خانوادگی باید وجود داشته باشه. بعد از اینکه خودشون توی مرحله دوم بچه‌ها اعلام کردن که ما دیگه با هم صحبت کردیم، با هم رفتیم اومدیم، مشکلی نداریم، حتی مشاوره قبل از ازدواج هم ما خیلی وقتا توی این مرحله توصیه میکنیم که اتفاق بیفته. بعد خانواده ها هم با هم دیگه رفت آمد داشتن، اون هم کف بودن، شباهت های خانوادگی، شباهت های هم فرهنگ بودن، هم مذهب بودن، علاوه حالا همه که مذهبی هستن ولی علاوه شدت و ضعف هم کف بودن، از لحاظ شباهت اقتصادی، اینها همه بررسی شد و اعلام کردن که ما آمادگی داریم، میتونن به مرحله سوم یا همون جلسه سوم خواستگاری وارد بشن. خانم دکتر، پس لزوما ما این مراحلی که میگیم مرحله اول، دوم، سوم به یک جلسه ختم نمیشه. پس فرمودین که ممکنه که حتی مرحله دوم که مرحله شناختیه و بسیار مهمه، ممکنه 5-6 جلسه، 7-8 جلسه طول بکشه و بهتره که حالا با هر شرایطی که دارن در این زمان مشاوره پیش از ازدواج رو انجام بدن. بله، ما اصلا از در واقع خیلی از مسئولین، از همکارای خودمون توی قسمت‌های بهداشت، مراکز بهداشت اصلا خواهش کردیم. خیلی از همکارای ما اونجا الان مستقر شدن. مثل در واقع اون مشاوره‌ای هست که ما برای مشاوره خون انجام میدیم. ما اصلا تقاضا کردیم که به طور مستقیم بچه‌ها را جوان‌ها رو بفرستن برای مشاوره. چقدر عالی خانم دکتر، این یک نیاز بود. من همیشه با خودم فکر می‌کردم که در طی این سال‌ها ما یه همچین نیازی داریم در کشور، ولی ما واقعا معتقدیم که هزینه‌ای که اینجا مراکز بهداشت میکنن
برای آینده ما مطمئن باشید خیلی به صرفه هستش. یعنی این هزینه چیزی نیست که بگیم که بهره برداری ندارید. این پیشگویی واقعا مؤثره. یعنی ما اصلا اعتقاد نداریم که ازدواج جوان غیر قابل پیش بینی است. ما معتقدیم که فرمول داره، قابل پیش بینیه. منتها اگر اتفاق بیفته در آینده که غیر قابل پیش بینی، خدای نکرده یکی از زوجین یه بیماری لاعلاج بگیره، خدای نکرده یکیشون مثلا امکان بچه دار شدن نباشه، اینها غیر قابل پیش بینی هستند. وگرنه بقیه چیزهایی که آیا اینها واقعا خانواده ها همکوب هستن، آیا شخصیت این دختر و پسر جوان با هم دیگه واقعا مکمل هستش، اینها قابل پیش بینیه. ما خودمون همیشه میگیم که ازدواج یه فرموله که ما چند تا در واقع ایکسشا شناسایی میکنیم تا بتونیم اون وای که در واقع رضایت زناشویی آینده است بتونیم شناسایی کنیم. بنابراین انشاءالله که مسئولین ما خصوصا توی وزارت بهداشت بتونن یه همچین امکاناتی برای همه جوانها توی همه سطوح دایر کنن که بتونن از این مشاوره ها استفاده کنن. انشالله آرزو میکنیم که به همین ترتیب باشه و همه در همه نقاط کشور بتونن از این خدمات بهره مند بشن. پس خانم دکتر خیلی خوبه که شناخت کامل و کافی به وجود بیاد، بعد وارد مرحله سوم بشن و قول و قرار رو بخوان بذارن. ببینید من اصلا احساسم اینه که والدین و خانواده ها به عبارتی نقش اصلی رو ایفا میکنن. توی این مرحله شاید توی مراحل قبلی کمتر، تو مراحل بعدی هم کمتر، ولی توی مرحله سوم خانواده ها، منظورم از خانواده ها بیشترم پدر و مادر طرفین و شاید بزرگترهایی از فامیل که به قول قدیمی ها ریسپیت های فامیل هستن. اینها خیلی نقش مهمی دارن و ما این مرحله به این دخالت نمیگیم، چون ببینید ما از 0 تا 100 مخالف دخالت هستیم. ولی توی این مرحله تصمیم گیری ما اصلا از دختر و پسر خودمونم خواهش میکنیم که طوری برخورد کنن که پدر و مادر توی این مرحله احساس کنن که کاملا دخیل هستن در تصمیم گیری. کاملا دخیل هستن. انشالله که همه جوونا به این مسائل توجه ویژه دارن و امیدوارم که هر کسی میخواد ازدواج کنه ازدواج خوب و موفقی داشته باشه. عزیزان ازتون دعوت میکنم که بیننده بخشی باشید که همکاران هم براتون آماده کردن. شاید شما هم شنیده باشید که قدیمی ها از این اصطلاح زیاد استفاده می کنند. ازدواج هندوانه دربسته است. منظورشون اینه که تا واردش نشدید نمیتونید بفهمید چی در انتظارتونه. این حرف با توجه به رسوم گذشته که دختر و پسر بدون اینکه همدیگر رو بشناسند با هم ازدواج میکردند منطقی به نظر میرسه. اما الان سالهاست که دیگه ازدواج بدون شناخت رسم نیست. در جلسات متعدد خواستگاری دختر و پسر به آشنایی میرسن و در جلسه سوم با توجه به شناخت به دست اومده برای ادامه زندگی برنامه ریزی میکنن، از مهریه گرفته تا مراسم عقد و عروسی. اما این مرحله به معنای حسن ختام نیست و اگر اختلاف نظر جدی بین دو طرف ایجاد شد یک زنگ خطر به حساب میاد تا شناخت بیشتری حاصل بشه، چرا که کم دقتی در این مرحله یا تصمیم احساسی مشکلات جبران ناپذیری بعد از ازدواج ایجاد میکنه. همیشه با هم میمانیم اگر در ابتدای راه تفاوت‌ها را جدی بگیریم. بله دوستان، واقعا شاید یه زمانی این تصور وجود داشت که ازدواج مثل یک هندوانه دربسته است، ولی امروزه واقعا با این همه آگاهی که به جوانها داده میشه، با وجود رفت و آمد طولانی تری که واقعا لازمه شناخت یکدیگره و حتی استفاده و بهره بردن از وجود متخصصین و مشاوره پیش از ازدواج، هندوانه دربسته دیگه مطرح نیست. بنابراین ازدواج واقعا یک انتخاب
آگاهانه است و امیدوارم که اگر که میخواید ازدواج کنید انتخابتون کاملا آگاهانه باشه. خانم دکتر موافق هستین؟ بله. ببینید خیلی‌ها به ما میگن وقتی با یه مشاور مشورت میکنیم، مشاور اکثرا میگن ازدواج نکنید. خب ما ازدواج نکنیم، از کجا معلوم که بعدها یک کیسی بیاد تو زندگی ما که این خصوصیات این مورد این کیس رو داشته باشه؟ غیر از اون من اصلا ازش خوشم بیاد. بله. ببینید معمولا توی مشاوره مرسوم نیست کسی بگه ازدواج نکنید. بله، من همین رو تعجب کردم. بله، معمولا ما همیشه میگیم که راه آینده را به شما نشون میده. میگید که این راه آینده چه دستاندازهایی دارد و کدوم یک از این دستاندازها در واقع کوچیک هستن، کدوم بزرگ هستن، کدوم یک از این دستاندازها را میتونیم در واقع با اون راهکارهایی که به شما آموزش میدیم حل کنیم و کدوم دستاندازها در واقع حل نشدنی هستن. بله. حتی در مورد دستاندازهای حل نشدنی مشاور نمیگه شما ازدواج نکن. دقیقاً. اون فقط به شما میگه که اینا حل نشدنی هن و شما اینا باید بپذیری. شما علاوه روحی روانی الان خودت رو باید بررسی کنی و حتی ممکنه اونم به شما کمک کنه که شما علاوه شخصیتی آیا شخصیتی هستی که بتونی پذیرش داشته باشی یا شخصیتی نیستی که بتونی پذیرش داشته باشی. پس ببینید حتی دستاندازهای حل نشدنی هم به شما بازم نگاه میکنن ببینن که اگر پذیرش دارید به شما میگن که خب شما شخصیتی هستی که میتونی این دستانداز حل نشدنی ها که تا آخرم با شما هست بپذیرید. بله. پس بنابراین خانم دکتر مشاورین بزرگوار هیچ وقت این که بگن مستقیم به کسی ازدواج بکنید یا نکنید رو انجام نمیدن. در حقیقت اونا بررسی میکنن ولی انتخاب با خود زوجینه. در حقیقت در واقع میگم مثل اینه که راه ها از الان تا آینده این راه جلوی شما باز میشه، شما چراغت روشن میشه، این راه ها میبینی و البته خب بقیه‌اش هم اگر راه روشن شد بقیه‌اش هم توکل به خدا. بله. یعنی با توکل به خدا و امید به خدا راه شروع میکنید. بله. ولی وقتی که شما توی جاده تاریک دارید راه میرید با هر دستاندازی که روبرو میشید آسیب میبینید، در حالی که اگر قبلا جاده روشن بود و این دستانداز رو شما دیده بودید آسیب نمیدیدید، چون آماده بودید که الان روی این دستانداز چه کاری باید بکنید. پس ببینید تفاوت توی روشنایی و تاریکی این جاده‌ایه که من میرم. پس مشاور وظیفش اینه، نه این که به شما بگید که در واقع یه اصطلاحی هست که خیلی جوان‌ها استفاده میکنن یا حتی والدین جوان‌ها به ما میگن به درد هم میخورن یا نمیخورن. ببینید اصلا این جواب در واقع نباید از طرف مشاور داده بشه که به درد هم میخورن یا نمیخورن، بلکه چراغ راه باید بهشون نشون بدیم و در نهایت حتی اگر این سوال بارها و بارها از من بپرسن یا از شما بپرسن اگر شما جای من بودید چی کار میکردید، ما باید بهش کمک کنیم برای انتخاب، نه اینکه ما به جاش انتخاب کنیم. قطعا رسالت مشاور همین هست و فقط همین آگاهی دادن، ولی انتخاب نهایی با خود زوجین هست و حالا به هر جهت کمک و همیاری خانواده هاشون. حالا خانم دکتر پس اگر که ما در مرحله خدای نکرده اول و دوم گیری داشتیم، گرهی وجود داشت، بهتره که به مرحله سوم وارد نشیم. بله. ولی حالا انشالله که هیچ مشکلی نباشه، همه چیز خوب باشه، همکف باشن و دیگه وارد مرحله سوم بشن. تو مرحله سوم بحث مهریه هست، بحث آداب و رسوم خانواده ها و چگونگی حالا برگزاری مراسمات، اینها رو چطور باید مطرح کنن، چطور باید بگن. خاطرم هست که عزیزی به من میگفتش که این جلسه سنگین ترین جلسه زندگیش بوده و این یه تجربه بسیار سختی بوده. بله شما درست میفرمایید. اولا من خدمتتون عرض کنم که متاسفانه ما موارد زیادی داریم که اصلا تو این جلسه متوقف میشه. یعنی جلسه اول و دوم
با تعداد جلسات طی شده و خانواده ها زوج آینده ما به این نتیجه رسیدن که در واقع میتونن وارد این مرحله بشن، ولی توی این مرحله به دلیل حالا اختلاف سلیقه هایی که بوده دیگه مسئله تموم شده. بله. منتها خیلی سوال میکنن که آیا درسته که توی این مرحله متوقف بشه؟ چون 2 مرحله اول و دوم به خوبی طی شده. بله. بعد این اگر ما خیلی به ما گفتن اصلا این مرحله سوم رو برداریم چون این مرحله سوم مباحثی که داره مباحثی هستن که میتونن خودشون از همون اول در واقع بله تعارض ایجاد کنن و همون چیزی که شما گفتید و همه شاید زیاد گفتم ولی میتونم بگم 90% زوجین در واقع خاطره اون جلسه سوم خواستگاری براشون خاطره سنگینیه. بله. سنگین و خیلی در واقع با آمار بالا تلخ. آیا دختر پسری که حالا الان دیگه میخوان وارد مرحله سوم بشن بالاخره با هم صحبت میکنن، با هم ممکنه چندین ماه رفت و آمد داشته باشن، در مورد بحث مثلا مهریه یا حالا محرمیت میتونن اینها قبلا نظر خانوادهشون رو داشته باشن، حالا حدودی با پدر مادرشون یه مشورتی کرده باشن و این رو خودشون با هم در میون بذارن که یعنی به گوش اون خانواده هم برسه و یه ذهنیتی داشته باشن بعد وارد این مرحله بشن؟ خب طبیعتا شما درست میفرمایید، یعنی در واقع خود دختر و پسر از قبل در مورد این صحبت کرده باشن و نظر خانواده هاشون رو گرفته باشن. زمانی که وارد اون جلسه میشن در واقع ناهماهنگی ایجاد نشه. حالا ممکنه که در واقع این توافق خانواده ها گرفتن و توافق دختر پسر با هم دیگه داشته باشن ممکنه خودش چند جلسه طول بکشه و مبحث رو در واقع طولانی کنه. ولی خیلی وقتا خب خودتون بهتر از من میدونید خصوصا خانواده دختر اعتقاد دارن که ما خودمون باید صحبت کنیم. منتها من چه در مورد دختر و چه در مورد خانواده یا حتی پسر همیشه اعتقادم اینه که ما حالا من اول در مورد مهریه صحبت میکنم. ببینید ما یادمون میره که اصلا مهریه چیه. فلسفه ایجاد مطلبی به عنوان مهریه چی بوده و اینه که مشکل ایجاد میکنه. وگرنه ما اگر یادمون باشه خود فلسفه مهریه اصلا شاید هیچ بحثی ایجاد نشه، تعارضی ایجاد نشه. دلیلش هم اینه که ما گفتمان مشترک اون موقع داریم. یعنی من به عنوان خانواده پسر، شما به عنوان خانواده دختر، من به عنوان داماد و شما به عنوان عروس یه گفتمان مشترک بین من و شما در مورد مهریه مطرح میشه. دوستان عزیزم ازتون خواهش میکنم بیننده بخشی باشید و بعد از اون ما با توضیح مفصل در خدمت شما خواهیم بود. مهریه من 777 شاخه گل نرگس بود، 77 تا سکه بهار آزادی و 7 سفر عالی 2 نفر. دلیل انتخابش هم عدد 7 رو من خیلی دوست داشتم. مهریه هم خودم انتخاب کردم، کسی توی انتخاب مهریه هم دخالت نداشت. یعنی پدر مادرم یا خانواده همسرم دوست داشتن یه پیشنهاداتی بدم، ولی خب من خودم به شخصه این عدد رو دوست داشتم و اونا هم این نظر منو قبول کردم. من دوست داشتم مهریم زیاد باشه، دوست داشتم یه چیز عرفی باشه دیگه. الان با این تورمایی که ایجاد شده به نظر من دختر پسرها یکم باید با هم دیگه راه بیان و یکم کوتاه بیان، نخوان مهریه‌های بالا شرایط خیلی سخت داشته باشن برای شروع زندگیشون. بعضیا میگن که مثلا مهریه‌شو بالا بذاریم، اگه مثلا چیزی بشه میتونیم از اون مهریه برای سلاح استفاده کنیم. به نظر من اصلا همچین چیزی درست نیست. اگه تو زندگی آدم هیچ مهریه نداشته باشه، زندگی که خوب باشه، بخوام با هم تفاهم داشته باشم، والا زندگی میکنم. ولی بارها دیدیم دیگه، ما تجربه هایی که داریم مهریه کلام بود، با هم نساختن، رفتن
هیچ کاری هم نتونستن بکنن، نه مهریه میتونستن بگیرن، زندگیشون الکی تباه کردن. مهریه به هیچ عنوان با توجه به پرونده هایی که من دارم، هم از پرونده هایی که داریم از دادگاه ها میبینیم، هم از آمارای طلاقمون، هم از موارد خاصی که داریم میبینیم، اصلا تضمین کننده نیست. یه موقع هست 2 نفر با هم تعهد بستن با یک شاخه گل، 2 نفر بازم من شاخه گلم قبول ندارم، یک مقداری لازمه، یک مقداری تو عرفه، به خاطر اینکه اون مهریه یعنی هدیه‌ای که همسر به همسر میده. حالا این هدیه بسیار باید متوسط در حدی باشه که بگه دوست دارم، این مهریه‌ای هست که من برای شما میخوام جبران کنم، من میخوام این هدیه رو به شما ارائه بدم، ولی این تمام ضمانت خوشبخته نیست. بچه مهریه‌های بالایی که یک روز با هم نتونستن زندگی کنن، جونم حلال، حقم حلال، جونم آزاد. این عرفی که عامیانه میگن. واقعا انتخاب اشاره، این لحظه‌ای که هم دیگر رو میبینن میگن که من با بیکاریت میسازم، با همه چیز میسازم، ندارید میسازم، ولی وقتی تو زندگی میرن یه ذره فشار بهشون میاد، زیر پای همه چی میزنن، ول میکنن میرن. انتخاب غلط. به نظر من در خصوص این که در جلسه خواستگاری چه سوالایی بهتر پرسیده بشه، من فکر میکنم همه چی باید شفاف باشه. یعنی بحث مسائل مالی، مسائل اخلاقی که زوجین خودشون بالاخره یه جایی به تفاهم میرسن، همدیگر میشناسن، ولی در خصوص مسائل مالی به نظر من روز جلسه خواستگاری باید خیلی شفاف و خیلی صادقانه همسران، دو طرفی که میخوام هم ازدواج کنن و مخصوصا شوهر، باید کل این قضیه رو کاملا روشنسازی و شفاف سازی کنن تا بعداً مشکلی سر این قضیه با هم پیدا نکنه. به نظر من مهمترین چیزی که جوونا باید تو ازدواجشون ملاک قرار بدن سطح خانواده هاست. باید ببینن که این دوتا خانواده با هم دیگه هم سطح هستن، از نظر فرهنگی، مادی، معنوی، از همین نظر. اگر این دوتا با هم دیگه هم سطح هستن قدم اولو بردارن. اگه هم سطح نیستن همون دقیقه برن کنار، برای اینکه فردا میرن تو دادگاه خانواده باید جمع جورشون کنیم. قدم اول اینه که خانواده ها با هم دیگه همسان باشن. من حدود 30 ساله که ازدواج کردم. بعد ملاکم هم اون موقع از انتخاب همسر این بود که اولا ایمان راسخ داشته باشه، بعد از بابت فرهنگ خانوادگی با هم هماهنگ باشیم. خب نظر مردم خوبمون رو دیدیم و شنیدیم. واقعا فکر میکنم که هر چقدر که زندگی ها با سادگی آراسته بشه، واقعا عاقبت به خیریه بهتری داشته باشه و در عین حال ازدواج آسان میتونه باعث بشه که جوانان ما در سنین پایینتر به خانه بخت برن و انشالله که بتونن شهد و شیرینی زندگی رو در کنار هم تجربه کنن. خانم دکتر خیلی همه سختی میگیرن، واقعا الان روزگار سختی شده. من موافقم که خیلی ها میگن که خب سخته، نمیتونیم ازدواج کنیم و این مسائل هست، ولی با توجه به صحبت‌های شما، اینکه اگر ما انشالله بخوایم از بزرگانمون درس بگیریم، باید ساده شروع کرد و بحث حالا اون مهریه خیلی هم بحث خیلی جدی و خیلی حالا سختی نباید باشه. من این اصطلاح مهریه درست کنم، چون ماها به هر حال بچه اونوریم، همه چیزا کسره میدیم، میگیم مهریه، ولی همون مهریه، مهر و مهر هر دوش انشالله ته شیرین کامی باشه و این با لهجه حالا شهرها و استانهای ما متفاوت گویشش. بله، ولی در واقع مهریه خودش یک نوع مهره. بله، در واقع اون مهری که از داشته های خودش داماد میخواد به عروس هدیه کنه و بلافاصله هم به خاطر همین میگن از داده هاست، چون باید بلافاصله داده بشه. درست. اینه که مهریه در واقع خودش یک نوع مهریه است. بله. من حالا همیشه
احساسم اینه که اون خانواده هایی که این مقدار رو بالا مطرح میکنن، با اینکه میدونن و قبول کردن، اصلا میدونن که مثلا یه دامادی دارن که دانشجوه، یه دامادی دارن که کارمنده، یا به هر حال همه جوونن، همه ابتدای کارشونه، ولی چرا در واقع مقدار بالا رو میگن؟ دوست هم دارن دخترشون ازدواج کنه، از این خانواده هم خوششون اومده، شرایط هم پذیرفتن. علت این که میان یک در واقع خارج از فرهنگ و سنت خودمون و اون چیزی که اصلا اعتقاد داشتن اونا میپذیرن و میگن، واقعا علتش چیه؟ ببینید یک علتش اینه که خودشون میگن احساس امنیت. یعنی میخوان همش نگرانن که در آینده اگر خدایی نکرده مشکلی پیش اومد، احساسشون اینه که این در واقع مقدار مهریه چیزی هست که باعث میشه اون آقا خودش رو متعهدتر به زندگی بدوند. پس علت اول اینه که اینجور که دارن میگن هنوز به اون آقا شک دارن، به اون خانواده شک دارن، به اون ازدواج شک دارن، اضطراب دارن و علت مهریه بالاشون به خاطر این اضطراب و شک و اعتماد نداشتن هست. پس یه عده‌ای به این دلیله. یه گروهی هستن که فکر میکنن مهریه امنیت اقتصادی خانومه. میگن که خب دخترمون الان جوونه، داره ازدواج میکنه، توی زندگی وارد میشه، باید یه چیزی از خودش داشته باشه و به خاطر این امنیت مالی، نه از امنیت روانی بیشتر، این مقدار مهریه را میگن که امنیت و حمایت مالیش، در حالی که اون آقا این چیزا نداره هنوز، این توانا نداره. گروه سوم گروهی هستن که در واقع به داماد اعتماد دارن، به خانواده داماد اعتماد دارن، هیچ اضطرابی هم ندارن، حمایت، اصلا دخترشون ممکنه خودش شاغل باشه، حمایت مالی هم احتیاجی ندارن. علتش اینه که خب ما عروسمون مثلا اینقدر بوده، دختر برادرم اینقدر بوده، نمیدونم دختر فامیلمون اینقدر بوده، تمام دوستای دانشگاهم اینقدر بوده و این مسئله مقایسه کردن و همچشمی یک سنت زیبای فرهنگی ما را در واقع به این حد میرسونه. پس هم دکتر واقعا بحث مهریه نمیتونه باعث اطمینان قلبی خانواده ها بشه یا واقعا رضایت خاطر اونها رو کسب کنه، یعنی چیزی که باید در حد استطاعت داماد باشه و این رو باید واقعا خانواده دختر هم مد نظر قرار بدن. بله ببینید، برای اون اضطرابی که خدمتتون عرض کردم، اگر واقعا خانواده به آینده این جوان اعتماد ندارن، به شخصیتش اعتماد ندارن، به فرهنگ خانوادهش اعتماد ندارن، پس یه فرصتی دیگه به خودشون بدن. ما میگیم که ببینید شما وقتی این اتفاق میفته تحقیق محلی انجام بدن، از محل زندگی خانواده، چه محل قدیمش چه محل جدیدش، از محل تحصیل داماد، از محل کار داماد، یعنی تا واقعا میگم تا حالا نه اینکه بگم آرامش درونی، ولی تا روی کاغذ به اعتماد نرسیدن و یه جایی شک دارن، لازم نیست که این جلسه رو برقرار کنن. که بخوان با یه مهریه بالا در واقع یه ضمانتی برای آینده داشته باشن. چون من اینو خدمت شما بگم، اگر خدایی نکرده در آینده چه همسر مرد و چه همسر خانم ادامه زندگی مشترکشون به خاطر مهریه باشه، نه تنها زندگی اونجور که باید خوشایند باشه اتفاق نمیفته،
بلکه اگر قرار بود که زوجین یه طلاق خیلی خوب داشته باشن که امکان بازگشت به هم دیگه داشته باشن، امکان اینکه یه بچه مشترک این وسط داشته باشن، این مهریه بالا باعث میشه که اون طلاق خوب یا اون احتمال بازگشت به هم دیگه اصلا از بین میره. چون اینقدر اینا به خاطر این مهریه بالا با هم دیگه میمونن تا دیگه اون حالت انزجار، اون حالت تنفر، اون حالت که دیگه حتی نمیتونن مثل دو تا آدم معمولی با هم دیگه صحبت کنن اتفاق میفته. متاسفانه. پس مورد اول برای اعتماد و آرامش ما لازم داریم که مراحل، من توصیه میکنم هرچی مراحل تحقیقی بیشتر باشه بهتر. ما اینجا لازم عجله کنیم. ما مرحله دوممون رو طولانی تر میکنیم. مرحله دوممون رو طولانی تر میکنیم تا با یک آرامش بیشتری به مرحله سوم وارد بشیم. خانم دکتر در مورد تحقیق فرمودین، من این رو به کرات از حالا دختر خانمای عزیز و جوانمون شنیدم که میگن که حالا مثلا آقا پسر رو پسندیدن، در مجموع یه تعلق خاطری بهش پیدا کردن، میگن که نکنه ما بریم تحقیق بد باشه، یعنی مثلا پدر و مادر که میگن باید بریم تحقیق، میگن نه تو محیط کارش نرین، زشته، چی فکر میکنن. پس این یک حق برای خانواده ها در حقیقت که بتونن از هم تحقیق کنن. جای ناراحتی نه برای خانواده پسره نه برای خانواده دختر. اصلا ببینید این قاعده است که خود خانواده معرفی میکنن. بله. خود خانواده دو پسر معرفی میکنن، میگن که در واقع ما اینجا زندگی کردیم، اینجا درس خوندیم، اینجا داریم کار میکنیم، اینم آدرسش. بله. بنابراین این یک در واقع توی خصوصا فرهنگ ما یه امر بسیار در واقع طبیعی و یه امریه که اصلا یه مرحله که اصلا خانواده احساس وظیفه میکنه. بله، جا افتاده یعنی. بله، یعنی اگر خدای نکرده در آینده مشکلی پیش بیاد، حتی ممکنه خانواده احساس گناه بکنه. بله. که من وظیفه داشتم این مرحله را طی کنم و این مرحله طی نشد. پس اون اعتماد آرامشه قراره واقعا به وجود بیاد. عرض کردم لااقل روی کاغذ، چون درون شما ممکنه واقعا با اون توکل به خدا به آرامش برسید، ولی چیزی که شما در موردش اطلاع ندارید هنوز، بهتره که اون اطلاعات رو به دست بیارید و بعد از اینکه به دست آوردید توی این جلسه سوم حاضر بشید. این مورد اعتماد و آرامش. خب عزیزان، ازتون دعوت میکنم بخشی رو ببینید، برمیگردیم با این صحبت‌های شیرین با شما خواهیم بود. ازدواج پیوندی بین دو فرهنگ و آداب و رسوم، دو خانواده‌ای که نوع تربیت و خواسته هاشون با هم فرق داره، اما قراره به یک نقطه مشترک برسن که رسیدن به این نقطه به گفتگو و شناخت کافی نیاز داره. باید خواسته ها رو گفت و شنید تا هیچ ابهامی باقی نمونه. زندگی مشترک رو با مهارت و آگاهی آغاز کنیم. اینه طعم شیرین ازدواج. الهی که زندگیاتون شیرین تر از عسل باشه، انشالله که همیشه شادکام باشین و اگر که حالا میخواین ازدواج کنین با آگاهی پیش برین تا کمترین صدمه رو در آینده ببینید. خانم دکتر، پس واقعا مهریه عند مطالبه است و باید در حد وسع آقا باشه و خانواده دختر هم بر اساس حالا اینکه چشم چشمی داشته باشن یا حالا بخوان فکر کنن که این مهریه در حقیقت میتونه اطمینان خاطری برای زندگی آینده باشه مطرح نیست. باید منطقی در مورد اون رفتار کنن. حالا در این جلسه که حالا شاید خیلی هم اسمشو میذارن بله بران، میخوام بدونیم که راجع به مراسم چطور باید صحبت بشه، اونا باید چطور باشه و اینکه آیا واقعا باز هم چشم چشمی اینجا دخیل هست یا نه. اتفاقا این خیلی سوال خوبیه. ببینید یه در واقع خط باریکی اینجا وجود داره. ما داریم میگیم که باید آداب و رسوم بهش اهمیت بدیم
مناسبت ها رو باید در واقع بهش اهمیت بدیم. اصلا از لحاظ روانشناختی مناسبت و آیین چیز قشنگی. بله. یعنی شما در واقع تو هر شهرستانی که زندگی میکنید، تو هر فرهنگی که زندگی میکنید، با هر نژاد و زبانی که دارید، یک سری آیین دارید. بله. و یک سری آداب دارید که خب این آداب و آیینم برای ازدواج هستن. به نظرم خیلی هم قشنگ هستن. بله، جزء زیبایی های واقعا فرهنگ ماست. دقیقاً. و این آداب و رسوم باید در واقع ما حفظشون کنیم. جوانهای ما باید به آداب و رسوم خانواده هاشون احترام بذارن و اونها را اجرا کنن. همه این مراسم ها که خانواده ها بهش اعتقاد دارن و قشنگن، ما بهشون احترام میذاریم و اینها قشنگ هستن. منتها چه اتفاقی افتاده که به قول شما ما الان اکثر زوجینی که داریم وقتی در مورد این مراسمشون دارن با ما صحبت میکنن، اینا جز خاطره های خوبشون نیستن. بله، متاسفانه. هم خودشون، حتی بعضا خانواده هاشون. دقیقا. چون ما خیلی وقتا میگیم زوجین بعدها میخوان گفتمان مشترک داشته باشن، بیان گفتمان مشترکشون رو در مورد خاطره های خوششون صحبت کنن. این خاطره های خوش شامل این موارد باید باشه. ولی متاسفانه ما هنوز زوجی داریم که بعد از 10 سال 20 سال میان پیش ما، بزرگترین در واقع مسئله شون مراسم عقدشونه. بله. بزرگترین مسئله شون چه میدونم مراسم نامزدیشونه. این من میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده که یک همچین آیین و آداب و رسوم زیبایی تبدیل شده به یک خاطره جنجال برانگیز برای زوج. بعد وقتی بررسی میکنیم شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده که این بحث خاطره قشنگ تبدیل شده به یک بحثی که چه آقا چه خانم فرق نمیکنه، یادشون میفته دوباره حالشون بد میشه. حالا میایم بررسی میکنیم، به قول ما آسیب شناسیش میخوایم ببینیم چی بوده. بله. اتفاقی که افتاده متاسفانه اون چشمچشی تو نحوه برگزاری مراسم بوده. ما اگر میگیم حنابندون سنت و آداب و رسوم عبارت بوده از یه حنای کوچیک که میذاشتن در واقع تو دست عروس و داماد، اون فامیل نزدیکم که حضور داشتن میمدن یه کوچولو از این بر میداشتن و میذاشتن رو دستای خودشون. تازه این بعد از نهار و شام بوده. بله. یعنی وعده نهار و شامی شاملش نمیشه. بله. خانواده عروس یک شب قبل از عروسی بعد از شام خانواده داماد میمدن خونه خانواده عروس و این حنا را می آوردن و بعدم یکم با هم شادی میکردن و بعد از شادی هم برمیگشتن خونهشون. خب این طبیعتا اگر اتفاق افتاده بود خیلی هم خاطره خوب بود. بله. ولی متاسفانه الان اگر اتفاق بیفتد این خاطره با یه چیز سنگین اتفاق میافتد. مهمونی کجا باشه، چی شام باشه، کیا دعوت بشن. خب شما ببینید وقتی که تمام این اتفاقات میفته یه هزینه سنگین. بله. ببینید ما با توجه به شرایط اقتصادی امروز میگیم که با احترام به آیین، با احترام به آداب، ما باید اون آداب رو تا حدی برگزار کنیم با هر فرهنگی. بله. با هر در واقع نژاد و زبانی که کمترین هزینه های اقتصادی رو داشته باشه. بله دقیقاً. اگر قراره که ما یه هزینه اینجا سیو کنیم برای آینده زندگیمون، بهتر این هزینه برای آینده سیو بشه و البته خانواده ها باید در موردش صحبت کنن. بله. عروس و داماد باید خودشون صحبت کنن و تو این مرحله با توافق هر دو نفر
حتما باید صحبت بشه. بله. یعنی گفتگو مهمه خانم دکتر، فکر می‌کنم خیلی مهمه. بله. به هر جهت خانواده‌ها ممکنه با در حقیقت وضعیت‌های مالی مختلف باشن، باید حتما همدیگر رو لحاظ کنن، وضعیت اقتصادی هم رو، و با کمترین فشار و هزینه بتونن مراسم خوبی داشته باشن، یه شروع زیبا برای زندگی، ولی بدون ریخت و پاچ. واقعا به قول شما کیفیتش مهمه. بله. یعنی شما الان یه مسئله ساده، شما وقتی که الان یه مهمونی ساده میرید، تو اون مهمونی لبخند زیبای صاحب خونه باید براتون جذاب ترین اتفاق باید بیفته. یعنی من همش توصیه میکنم که ما از دوران کودکی اصلا به بچه هامون این فرهنگ آموزش بدیم. بچه های ما فرهنگ به قول خودمون معنوی بودن، درونی بودن، لذت درونی بردن رو داشته باشن. نه فرهنگ تجملات. یعنی من وقتی وارد منزل شما میشم، به جایی که لبخند شما رو ببینم شما تو چه مثلا لیوانی دارید از من پذیرایی میکنید. متاسفانه واقعا امیدوارم که خانم دکتر همه ما بتونیم واقعا این گونه فکر کنیم و این گونه زندگی کنیم که سادگی واقعا زیباتر از همه این مسائله. یک دقیقه پایانی خانم دکتر اگر که توصیه‌ای دارید بفرمایید که با گوش جان میشنویم. خواهش میکنم. من واقعا باز هم میگم ازدواج خیلی زیباست، خیلی قشنگه. هرچه زودتر اتفاق بیفته بهتره. هرچه ساده تر باشه در آینده تاثیر خودش را باور نکردنی. یعنی واقعا تحقیقات نشون دادن که ارتباط معنادار داره به ازدواج ساده و بدون تجملات توی رضایت زناشویی آینده. و آرزو میکنم که این فرهنگ حاکم بشه توی کشورمون، مثل چند سال گذشته ازدواج‌ها آسون و راحت باشن انشالله. خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون در برنامه، واقعا از صحبتاتون استفاده کردیم. امیدوارم که باز همین افتخار نصیب من باشه که در برنامه در خدمت شما باشم. از شما عزیزان هم سپاسگزارم. لطفاً در بخش پایانی با من همراه باشید. دوستان عزیزم، یکی دیگه از برنامه‌های همیشه با هم در این لحظه به پایان رسید. امیدوارم که صحبت‌هایی که کارشناس محترم برنامه کردن براتون مفید واقع شده باشه. واقعا ازدواج یکی از زیباترین سنت هاست و سفارش شده پیامبر عظیم الشأن اسلام. بنابراین ازتون خواهش میکنم که در بحث ازدواج جواناتون اهتمام بورزید و در عین حال خوب تحقیق کنید، آگاهیتون رو بالا ببرید و ساده بگیرید، زیرا که واقعا مهریه بالا و یا حالا مراسم‌های خیلی پرخرج ضامنی برای سعادت فرزندان شما و ما نیست. انشالله که همه که شما عزیزان سلامت باشید، عزیزانتون خوب و خوش باشن و از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا روز دیگه و سلامی دوباره در پناه حضرت حق باشید.